درود، من آریوبرزن هستم. سات را به پارس، راهی تنگ تکاب شدم تا جلوی هجوم اسکندر رو بگیرم. اما یونانی ها داستان این نبرد رو طور دیگه ای تعریف کردن. اگه میخوای بدونی واقعا چی گذشت، روی لینک پایین بزن و ویدیو کامل رو ببین. حقیقت همیشه اون چیزی نیست که برات گفتن. فرقی نمیکنه تو چه سالی زندگی میکنی، در دوران هخامنشی یا در سال 1404. یادت باشه برای حفظ این خاک اهورایی همیشه جان برکف باشی تا مثل من در تاریخ جاودان بشی. در ضمن سابسکرایب هم یادت نره تا به جمع میهم پرستان بپیوندی.